با نام خدا سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و از دور تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، به برنامه نوبتی ما خوش آمدید. امروز برنامه ما برنامه تفریحی، سیاحی، توریستی و فرهنگی می باشد، چون ما در این برنامه آمدیم به یکی از بحرهای خیلی مشهور، بحر میان زمین یا بحر مدیترانه آمدیم که چی میگن، بچه ها را بازی آوردیم و خواستیم که امروز برنامه را محض از این ساحل بحر و شما آماده کنیم و پیشکش شما از این بگردانیم. این برنامه نوبتی را خیلی هم درخت پلمل خوب که هم در درآمدگاهی این گستینسه ما را بین درآمدگاهش همیه. خب ما باشه دوستان عزیز، بریم دیگه طرفی لب ساحل بریم که چه چیزا بحرش ما پیدا کرده میتونیم و به نوار بکشیم. دوستان عزیز، این هم لب ساحل و ما نصیب باشه در اینجا اونجا احساس میکنیم جاها را برای شیشتن. اون طرف دریا های بحر، ساحل بحره و میریم انشالله که آره بازی کردن ما را همراه باشد. این هم یکی از جاهایی که هم مهمانخانه ها زیادن، هم مغازه ها، هم جایی که مردم تفریح میکنن. و امروز هوا ابری هم است، کمک بارانی هم است، که خیلی بهار ها گرمه. یا نصیب باشه میریم طرفی آب بازی کردن.
با ما بیمانید. چایکه روی چایکه میدهک ترسیده ایش از گریخته ایش از یه هم در لبی ساحلی مدیترانه میروی. ای پری ترسیده شده تو دکه که یخی. دوستان عزیز اینا ما ای گسنچه ما برامدیم. اینا نصیب باشه میرم لبی بحر برای بازی کنیم. اینجا روی خدا بسیاره. چون گفتیم امروز هوا خیلی ابری هم هست. او طرف نگاه کنید خیلی ساختمان های زیبا و شهر کدام شهر دو طرف نمیدونم. زیبا من ندیدم. این گفتی گپا که رستوران و نمیفهم مغازینه و بارا و همسا. دوستان عزیز هنوز هم سیر و گشتی ما در لبی ساحل بحری میان زمین یا بحری مدیترانه ادامه دارد و میریم طرفی و بازی را بس کردیم. میریم طرفی دوشابه باید دوش بگیریم بعد بریم با طرفی گستینچه همون که کمک بازی کنیم. آبی بحر شورای همه بدن ما گفتی که پا خطی لب و دهان شور شده یه بریم او دوش بگیریم بریم دلشیم دیگه. اینم بحرم دیده برادرها خیلی بحری کلان. او طرف شهر مونپله بدهی او طرفی که ساختمان ها گفتیم پیشتر میتافتن مثل بارسلونا باره بودن. یعنی اینجا وای مونپله شهری مونپله بدهی. کمک امروز باد هوا چون گفتیم ابری و بارانیه نفر کمه معلوم مردم کم اومده. یعنی که آدم خوبه بسیاره گفتی گپا که همه جا سستنگ ها زنیتن پارکینگ ها پرن گفتی گپا که همه رو برو های آدم هم توریه آدم هم سازه بعد نیست. خب با وقتی گرم باشه ختم میده که آدم بسیار تنگ میشه ده برابر سه برابر همه آدم ها میشه. خب با ما باشید میریم دیگه طرف های این مجموعه ورزشی و چی میگن مجموعه آبازی و شیناوری فرانسه. با ما بیمونید. سیر و گشت ما هنوز هم ادامه دارد. این هم قهوه خانه ها و راه روی که با طرف شهر می رود و این هم سیمبولی کشتی ها. این هم مهمان خانه ها و اون کاروسلی برای بازی کودکانه. لبی ساحل که از دوستان عزیز دوچرخه ها که معمول ویلیک ها و ویلیک سواری ها خیلی هم زیادن. اون طرف هم کشتی ها بود هستن. دوستان یک نمیفهمم یک مجسمه یک اگان چیه چی باشه خدمم نفهمیدمش. شما اگر دوستان فهمیدید نظری کامنتر بنویسید که این چی مجسمه یا چی گفتی گپا که نقاشی نیشه نفهمیدم. خب این طرف هم پارکینگ ویلیکا و این طرف هم دوستان عزیز چون چه گفتیم مجموعه کودکانه برای بازی کردن کودکان کاروسل و این طرف هم مهمانخانه و راهروی که در بحری در لبی ساحل بحری مدیترانه جوگیر است. سگه چه خشلوه. خب با ما بیماند میرم میگه طرف های بحر. خب این طرف هم چنانچه گفتیم لبی ساحل است. از دیگه طرفش میرم دیگه دو شهر گرفتیم و میریم طرف خانه و یا گستینچه همون بریم که
خیلی شلپرشیم، خیلی بازی کردیم. بریم دم بگیریم در گستینسه و بعد بریم در شبو نگاه طرف های شهر. خب دوستان عزیز اینجا کاکویتا میرامار ای بودای رستوران بودای بار بودای ایران خیلی کلانه همین لب همین ساحل خیلی چند کیلومتر پلیاژ های پلیاژ آبوزی سرسبزی رو بهش کنیم بیزه با آمد یک کافه میرامار. دوستانی عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره لب ساحل و لب بحر مدیترانه فرانسه از طرف فرانسه و طرفش خیلی بارسلونا اسپانیا. خدا کنه که این نوار به این ویدیو بحر شما پسند آمده باشه و خوش آمده باشه و ما را تشکر از شما که ما را همراه بودین تا آخر برنامه و شما را به خود پاک و منام میسپارم تا برنامه های بعدی. خداوند یار مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.